818 346 0701 www.californiawebsolution.com. قابل توجه با درود فراوان خدمت بینندگان عزیز برنامه ایمان، خیلی خوشحالم که خداوند عمر دوباره‌ای به من عطا کرد که مهمان خانه‌های گرم و پر از محبت شما عزیزان باشیم. امروز میخوام با آیه‌ای از مزامیر با شما عزیزان شروع کنیم برای این برنامه و برکتی باشه برای برنامه ایمان و برای خونه‌های گرم و پر از محبت شما عزیزان. خدا با ماست. مزامیر 46 میگه خدا با ماست. خدا پناهگاه و قوت ماست، مددکاری که هنگام سختی فوراً به فریاد ما میرسد. خدا رو شکر که هر جا که تنگی و سختی باشه پدر آسمانی به فریاد ما میرسه و ما رو به خودمون وانه میذاره. میدونی اگر ما به خودمون خداوند واگذار کنه ما چقدر افتاده و بدبخت و ذلیل هستیم. پس اون خدای یکتاست که به فریاد ما میرسه. بنابراین نخواهیم ترسید اگرچه زمین بلرزد و کوهها به عمق اقیانوس‌ها فرو ریزند. اگر تو سختی‌ها باشیم، اگر توی تنگی‌ها باشیم، اگر توی مشکلات زندگی باشیم، ما نمی‌لرزیم، چون می‌دونیم بزرگترین چیزی که ما داریم عیسی مسیح خداونده و اونه که قلب‌های ما رو تسلی میده و آرامش رو توی زندگی‌های تک تک ما عزیزان خداونده که میاره و ما تنها و بدون خدا هیچ و پوچیم عزیزان. آیا دریاها بخروشند و کف برآورند و کوهها به لغزه درآیند؟ نهر است که جویای آن شهر خدا را شادمان می‌سازد و به خانه مقدس او تراوت می‌بخشد، چون خدا در این شهر ساکن است. پس هرگز ویران نخواهیم شد. هر با مدام به کمک آن خواهد آمد. خداوند هر بار به کمک ما میاد. یعنی خدا یک روز نیست که فکر ما باشه، خداوند هر ثانیه به فکر ماست. اینجا میگه یعنی از هیچ ما نباید بترسیم. این ترس چیه؟ امروز میخوام براتون از فیض خدا بگم، از روح القدوس بگم. اگر روح القدوس نباشه و فیض خدا تو زندگی ماها نباشه، میدونی عاقبت ما و زندگی ما چی خواهد بود؟ واقعا به سختی، به مشکلات، به گرفتاری ها روبرو میشیم و بازم میتونیم به کی بریم بگیم؟ چرا وقتی که ما به مشکل میخوریم عزیزان باید گوشیامون رو برداریم الو سلام با دوستامون به فامیلامون، وای من مشکل دارم، وای اتفاق تو زندگیم پیش اومده، با شوهرم به مشکل خوردم، بچم به حرفم گوش نمیده، از کارم بیکار شدم. چرا ما یا بریم دنبال دعانویسا، رمالا، فالگیرا، بریم ستاره هامون رو نگاه کنن؟ ما بریم پیش کسی که خودش خالق سیاره هاست، اونه که میتونه زندگی های ما رو بهش تسلی بده و اون تنها کسیه که میتونه مشکلات ما رو حل کنه. بیننده عزیز، اگر امروز مشکل مالی داری، مشکل کاری داری، مشکل پناهندگی داری عزیز دلم، تنها به خالق یکتا رو ببر و تنها از اون بخوا و از هیچ کسی انسانهای زمینی کمک نگیر. کلام خدا میگه ملعون کسی که به انسان توکل کند. و وقتی کلام خدا هست، وقتی روح خدا و فیض پدر هست، چرا ما به انسان توکل کنیم؟ با هم بریم اول برنامه است، یه سرود پرستشی میبینیم، برمیگردیم. La 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 la
اومدی توی دلم وقتی دلم جونی نداشت، وقتی که عاقبتم هیچ سر و سامونی نداشت. عشق چشممو گرفتی شدی درمون دلم، هیچ کسی جز تو نگفت چی میگذره توی دلم. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی. دردی نیست وقتی تو باشی، توی درمون منی. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی. ترسی نیست وقتی تو باشی، تویی که جون منی. بخشیدی هرچی گناهه که همه شادی کنن، همه آدم های دنیا با تو آزادی کنن. تو بزرگی، تو خدایی، تو همیشه لایقی. تو مهیبی، تو عجیبی، آخر حقایقی. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی. دردی نیست وقتی تو باشی، تویی درمون منی. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی. ترسی نیست وقتی تو باشی، تویی که جون منی. رای را رای را رای رای را رای را رای رای را رای را رای را نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی. دردی نیست وقتی تو باشی، تویی درمون منی. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی. ترسی نیست وقتی تو باشی، تویی که جون منی. خدا رو شکر برای این سرود که حتی این سرودم میگه همیشه تو با منی. واقعا همیشه با هر ثانیه و هر لحظه خداوند با ماست، چون خدا بهترین است. اونه که از دلهای ما، از مشکلات ما با خبره. بعضی وقتا شده، واقعا یه رازی رو میخوام بهتون امروز بگم. من 40 سالمه و توی این 40 سالی که از خداوند عمر گرفتم، از 2003 فهمیدم کجای دنیا قرار گرفتم و کجا هستم و برای چی دارم زندگی میکنم و چه کسیه که منو حمایت میکنه. من تازه فهمیدم، از 2003 فهمیدم که واقعا تنها خداست. چون اون زمانی که مسلمون بودم رو به همه چی می آوردم. سفره حضرت فاطمه پهن می کردم، حضرت رقیه پهن می کردم، روزه حدیث کسا می گفتم بخونن، زیارتگاه ها رو می رفتم، در و دیواراشون رو بوس می کردم، گرو می بستم، چه می دونم. خدایا کمکم کن.
ولی اون خدایی نبود که من دنبالش میگشتم. خدای من خدای زنده بود که شکر برای اون سفری که به خاطر کاری و شغلم به امارات رفتم. خدامو توی دبی پیدا کردم. بعضیا میگن دبی جای فساده. نه، واقعا همه جای فساد نی. وقتی که خدا بیننده عزیز تو رو انتخاب کنه، تو هر شرایط و هر جایی که باشی خدا تو رو انتخاب کرده و دستاتو میگیره و بلندت میکنه، نمیذاره بیفتی. من واقعا میگم، اینو از صمیم قلب بهتون میگم، این شهادت زندگی منه. اگر اون زمان من امارات نمیرفتم و خدا رو توی کلیسا پیدا نمیکردم، وای الان اینجا نبودم. الان چه وضعی داشتم، با 4 بچه یتیم، با یه دنیا مشکلات زندگی، با خوب و بدایی که توی ایران بود و هر روز ما باید روبرو می شدیم. توی محیط کاری طرف توی دفتر می اومد، من مدیر اون دفتر بودم، اولین چیزی که روی من تصور می کرد بتونه یه جوری با من رابطه برقرار کنه و بتونه به خاطر شغلی که من داشتم و موقعیت کاری که من داشتم بتونه ارتباطش رو با من خوب کنه. میدونی چرا؟ چون واقعا اونا نجات رو نداشتن. وقتی که انسان نجات رو داشته باشه دست به کارهای گناه نمیزنه. وقتی که تو نجات رو داشته باشی دلت نمیاد کسی رو برنجونی، آزار بدی، حتی نمیخوای کسی از دست تو دلخور بشه. اگرم کوچکترین دلخوری از تو پیدا کنه میگی خدایا من چجوری باید برم و اینو از دلش بیرون بیارم، حالا یا با صحبت یا با روبرو شدن برم یا دعوتش کنی. چون میدونی چرا؟ چون خدای ما خدای بخشنده است، خدای ما خدای بیناست، خدای فیضه، خدای برکته، خدای عادله، خدایی که تو هر کسی رو به میزان اعمالش مجازات میکنه و داوری میکنه. اون ما نیستیم، اون خدای یکتاست. پس خدا رو شکر میکنم برای فیض بیکرانش، برای این لحظه‌ای که خداوند منو اینجا قرار داده، برای امروزی که خداوند برای من و شما بیننده عزیز نقشه های عظیمی داره، نقشه های بزرگی تو زندگیمون داره. بیننده عزیز، خواهر عزیزی از نیویورک به من زنگ زده بود و تقاضای دعا داشت برای خودش و بیزینس شوهرش. اول برای نجات شوهرش برادر عزیزم دعا میکنم، اول نجات رو از خدا براش میطلبم، بعدم برای بیزینس این برادر عزیز و خواهر عزیزم دعا میکنم. این خواهر عزیز ایمان داره ولی شوهرش قلبش لمس شده است ولی هنوز نجات رو دریافت نکرده و براش دعا میکنم چون قلب قشنگی داره این خواهر. میدونی به من چی گفت بیننده عزیز؟ گفت خواهر اگر مشکل بیزینس ما حل بشه من خودم یکی از اسپانسرای برنامه ایمان میشم. خدا رو شکر برای قلب پر از محبت این خواهر عزیزمون که اینقدر قلبش رئوفه و دلش با این برنامه است. بیننده عزیز، شما هم اگر میتونید، اگر در توانتون هست این برنامه رو حمایت کنید، بذارید این برنامه رشد کنه، بذارید ساعتهای برنامه اضافه بشه، کمک کنید. چون این کار من تنها نیست، کار همدلیه، یکی شدنه. ما باید دلامون یکی بشه چون کلام خدا میگه ما باید یک دل و در اتحاد با هم باشیم تا بتونیم کار خدا رو به ملکوت برسونیم. خدا رو شکر میکنم برای این خواهر عزیزم که از نیویورک با من تماس گرفته بود و به من گفت من یکی از اسپانسرای برنامه ایمان میشم و منم امروز براش دعا میکنم، نه به خاطر اینکه میخواد اسپانسر برنامه ایمان بشه، به خاطر اینکه خواهر ایمانی منه، به خاطر اینکه نجاتو داره، به خاطر اینکه ما باید در دعا با یک دلی با هم اتحاد داشته باشیم. نیاز نیست در کنار هم قرار بگیریم، ما میتونیم با دعاهامون، با یک دلی که با هم داریم، با محبتی که خدا تو قلب یکایک که ایماندارا گذاشته از همدیگه یاد کنیم و در مشکلات و شادی ها شکرگزار باشیم و برای هم دعا کنیم. خداوندم
امروز این خواهر عزیزم رو به دستای تو میدم که توی نیویورک هست و نمیخواد اسمش گفته بشه. خداوندم از تو میطلبم خداوندم درهای برکت و رحمت و فیضت خداوندم به روی زندگیشون خداوندم باز باشه. خداوندم مشکلات مالیشون رو به حضورت میارم خداوندم. به قلب پر از محبتش نگاه کن خداوندم. این فرزند توه، این یگانه فرزند توه، تو انتخابش کردی خداوندم و توی سختی ها دستاشو گرفتی خداوندم. بار دیگه خداوندم معجزات خودتو خداوندم تو زندگیش نمایان کن. بذار ببینه خداوندم، شوهر عزیزش ببینه خدای ما خدای زنده است. خداوندم درهای فیض و برکت رو براش میطلبم خداوندم. نجات رو براش شوهر عزیزش میطلبم ای پدر. برای این برادر عزیزم خداوندم نجات رو میطلبم. از تو میخوام خداوندم دستات رو روی زندگیش بذاری خداوندم. با قلبش خداوندم سخن بگو خداوندم. به رویای این برادر عزیزم برو و بذار ببینه که خدای ما خدای عادله. خداوندم کسی که غیر ممکن ها در دستان پدر ممکنه. خداوندم خواهرم رو به دستای عظیمتو میدم. روزشو خداوندم، ساعتاشو خداوندم، دلتنگیاشو، نگرانیاشو خداوندم. اگر خداوندم بیماری داره خداوندم، هر گونه خداوندم بیماری داره به حضورت بلند میکنم و از تو میطلبم خداوندم بیماریشو ازش بگیر و شادی و آرامشو خداوندم به زندگیش عطا کنه ای پدر. در نام قدوس پدر آمین. با هم میریم یه سرود پرستشی میبینیم و برمیگردیم. نبرد ما با جسم و خون نیست، نبردیست با نیروهای ظلمت. نبرد ما با انسان ها نیست، نبردیست با دشمن ظلمت. من ایستاده‌ام با شمشیر روحش، من ایستاده‌ام با سپر ایمان، من ایستاده‌ام تا فریاد سر دهم به نام عیسی دوشو. من ایستاده‌ام، من ایستاده‌ام با شمشیر روحش، من ایستاده‌ام با سپر ایمان، من ایستاده‌ام تا فریاد سر دهم به نام عیسی. عیسی، عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب الارباب، عیسی سرور آسمان. نبرد ما با جسم و خون نیست، نبردیست با نیروهای ظلمت. نبرد ما با انسان ها نیست، نبردیست با دشمن ظلمت. من ایستاده‌ام با شمشیر روحش، من ایستاده‌ام با سپر ایمان، من ایستاده‌ام تا فریاد سر دهم هللویا به نام عیسی. من ایستاده‌ام، من ایستاده‌ام با شمشیر هللویا، من ایستاده‌ام با سپر ایمان، من ایستاده‌ام تا
به شما بیننده عزیز برنامه ایمان، داستانی رو میخوام براتون بگم. داستان نیست و یه واقعیته که توی یکی از پیام‌های فیسبوکی من از بابل خواهر عزیزی به اسم محبوبه عزیز برای من نوشته بود. یعنی عین واقعیت زندگی، اتفاقی که تو زندگیش تو 20 روز گذشته افتاده بوده. این خواهر میگفت در عین از بابل برای من نوشته بود، شهر بابل در ایران. نوشته بود که من 20 روز گذشته با دختر کوچیکم که 10 سالشه از خیابون رد می شدیم. موتوری به بچم زد و بچه من رفت توی کما. این خواهر ما خواهر ایمانداره، رفته تو کما. بچهش برای 15 روز خیلی زیاده برای مادر. ببینه بچهش تو کماه، یعنی واقعا چقدر سخته. ما خودمون همه مادریم، دلمون رو میذاریم جای دل محبوبه عزیز. چی کشیده تو این 15 روز؟ میگه دکترها میومدن میرفتن، فامیل، بستگان، دوست، آشنا، بعضیا به من تسلی دل میدادن، بعضیام واقعا نمک به زخم من میپاچیدن و میرفتن. واقعا چقدر بده تو مشکلات آدم به جایی که بیا تسلی دل کسی باشه نمک به زخمش بپاچه، اونم یه مادری که بچهش توی بیمارستان توی کما باشه. چقدر سخته. این چون ایماندار بوده توی این سرود الان گوش کردیم، من ایستادم چون عیسی مسیح با منه. این خواهر میگه زمانی که همه به من میخندیدن و میگفتن اگر حواستو جمع میکردی، حواست به بچت بود، موتور به بچت نمیزد، این اتفاق نمیافتاد. حالا خیلی هم که ایماندار بودن میگفتن خدا با ماست. میگه من هر کس هر چی میگفت توی قلب خودم میگفتم اینا نمیدونن چه کسی از من و بچم داره محافظت میکنه و این باید باشه که ببینن خدای ما خدای زنده است. روز 16 میگه ساعت تقریبا 2 شب بود که دکترها اومدن بالای سر بچه منو نگاه کردن و به من گفتن هیچ امیدی نیست دیگه، دستگاه ها رو باید ازش جدا کنیم. میگه اون لحظه من گریه کردم، گفتم نه صبر کنید، 2 روز دیگه شما صبر کنید. من ایمان دارم که خدا اینو نجات میده و معجزه میشه. میگه دکترها شروع کردن به من خندیدن، گفتن خانم مادری فکر کنم تو هم دیوونه شدی، زده به سر تو این چند روزی که توی بیمارستان بودی. میگه اینا دیدن من گریه میکنم، زاری میکنم، گفتن باشه حالا یه روز دیگه 24 ساعت دیگه ما صبر میکنیم. میگه فردا ساعت 4 بعد از ظهر همون روز چشمای بچه من باز شد و بچم شروع کرد این ور اون ور رو نگاه کردن، منو نگاه کردن و لبخند زد. برای اولین بار گفت مامان میدونی کیو دیدم؟ عیسی مسیح رو دیدم. میگه فریادی که زدم دکترها ریختن توی اتاق و نگاه کردن، گفتن وای واقعا این خانم یه چیزی میدونست. بعد بچه شروع کرده برای اینا صحبت کردن. چقدر زیباست که توی لحظه های سختی، توی تنگی ها ما بدونیم کی با ماست، خدا با ماست. میدونی چرا اون خواهر اینقدر مطمئن بوده؟ چون اعتماد داشته به خدای پدر، خدای زنده، روح خدا، روح القدوس در اون خواهر بوده، فیض خدا تو زندگیش بوده. چقدر بده اگر ماها فیض خدا تو زندگی هامون نباشه. توی 2 سال میخوایم یه کاری رو انجام بدیم نمیتونیم، ولی وقتی فیض خدا روی زندگی های ما باشه در عرض 1 ثانیه خدا همه کارهای ما رو مهیا میکنه. بعد بعضی وقتا ما دعا میکنیم و دعامون مستجاب نمیشه و شروع میکنیم گله‌مند بودن از خدا. خدایا چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ من که قلبمو به تو دادم. پس ببینیم کجای کار ما ایراد داره. تنها قلب دادن به خدا ملاک نمیشه. تنها نباید قلب تو به خدا بدی، تو باید تمام وجود تو، زندگی تو به دستای خدا بدی. تو باید بگی خدایا زندگی من در دستان توه، تو برای من روز و ثانیه و دقیقه های من خدایا تو رقم بزن. روح خدا باید در زندگی های ما جاری باشه. زمانی که ما فکر میکنیم خدا دعای ما رو مستجاب نمیکنه، بیایم دعا کنیم، بگیم خدایا اگر فیض تو روی این دعا هست و اگر اراده تو هست، خدایا دعای منو مستجاب کن. بعدم ببینیم خدا تو زندگی های ما چجوری عمل میکنه. بعد بیایم
گله‌مند بشیم از خدای ما، خدای زنده، خدایی که توی سختی ها دستای ما رو گرفت، توی بدبختی ها، توی بیماری ها، توی مشکلات زندگی. من بارهای بار براتون عزیزان گفتم از زمانی که من توی ترکیه سکته قلبی کرده بودم، باورتون میشه عین 17 روز، عین هر روز و هر شب دکترها می اومدن به من میگفتن فردا میبریمت اتاق عمل. میگفتم من ایمان دارم، توی قلبم وقتی میرفتم ایمان دارم. دخترم مرجان خیلی ناراحت بود، هی میگفت مامان چرا امروز و فردا میکنم؟ میگفتم مرجان من ایمان دارم که اتاق عمل نمیرم. اینا نمیدونن چه کسی پشتبان ماست و چه دستای چه کسی تو زندگی ماست. میگه آخه مامان هر روز میگن فردا. من میگفتم تو گوش به حرف اینا نده. ولی واقعا به یه جایی رسیدم که هر روز میگفتن فردا و ضربان قلب من کلا 20-25 تا میزد. خیلی بده ها. فکر کنین یه مرده متحرک بودم روی تخت توی کشور غریب، نه پدری نه مادری نه خواهر و برادری نه فامیلی، ولی میدونی کیو داشتم؟ خدای زنده رو داشتم. و مهمتر از اون تمام خواهر برادران ایماندارم که مثل کوه پشت من ایستاده بودن و بچه‌های منو نگاه میکردن. اینجا هم یادی میکنم از خواهر عزیزم هلن عزیز و برادر عزیزم امیر پارسا که واقعا توی این مدت مهسای منو، دختر کوچیک منو نگهداری میکردن و برادر عزیزم بهنام عزیز، بهزاد و بردیس عزیز، نسیم عزیز شبانای من بودن و واقعا مثل یک کوه پشت من بودن. خواهر زهره، خواهر ژاله، اگر بخوام یکی یکی بگم تمام ترکیه نزدیک 100 خانواده بودن خواهر برادرای ایماندارم که از خواهر برادرای تنی من به من نزدیکتر بودن و منو حمایت میکردن، نه لحاظ مالی. دلیل نمیشه فقط تو فکر کنی اگر به یه مشکلی خوردی خواهر برادر ایماندارت باید بیان لحاظ مالی کمکت کنن. نه، یه جایی میرسی که فقط با محبته که تو تسلی میگیری. اون محبت قلبیشون بود که منو تسلی میداد و به منو بیشتر به خدای زنده نزدیک میکردن. من نگاه میکردم به این ور اون ورم میدیدم خدایا تو چقدر پر از محبتی و قلب این خواهر و برادران من چقدر پر از محبته که محبتشون به من نگاه میکنن بدون یک شکایتی که هر روز میومدن عیادت من. و مهمتر از اون تو اون همه بیمارا که توی بیمارستان ترکیه بودن همه توی اتاق 4 تا 5 تا هم تختی داشتن، ولی خدای من چجوری خودشو به من نشون داد. یه اتاقی به من داده بودن 4 تا تخت بود ولی من تک و تنها بودم با یه همراه که 24 ساعت همراه داشتم و انقدر خدا به من محبت کرد. و روز 17 شد، روز 17 شب 17 بود، دقیقاً روز چهارشنبه بود فکر کنم. دکترها شبش اومدن گفتن دیگه 100% فردا صبح ما تو رو میبریم اتاق عمل. و من واقعا اونجا بود که ناامید بودم. گفتم خب دیگه بچه ها رو به دست پدرخونده مادرخونده میسپارم و گریه کردم. گفتم خدایا اگه واقعا زمانشه که به ملکوت تو بیام من تسلیم تو هم، چون بهترین جا میخوام بیام نزد پدر. و واقعا گفتم خدایا بچه هامو به تو میسپارم، من کیم که بخوام از اینا نگهداری کنم؟ منم اگر باشم ولی تو نباشی من هیچ و پوچم در برابر خدای پدر، خدایی که اینقدر قلبش پر از محبته. مرجان اون شب گفت ماما من میرم خونه خواهر هلن یه دوش میگیرم و بر میگردم، شبم اونجا میخوابم. اون شب دقیقا یادمه خواهر نسرین عزیز که الان توی خدایا کدوم ایالته، ببین یادم رفت، توی سیاتل. ببین مرجان عزیز از اون ور داره میگه توی سیاتلن. اون شب با من بود نسرین و منم یه خورده درد و دل کردم با نسرین و اتفاقا اون شب خیلی راحت خوابیدم. نسرین میگفت مونا تا صبح خور و پفت زمین رو ورداشته بود. ما دیدیم ساعت 4 صبح مرجان کفشای 4 صبح ببخشید نبود 4 صبح پزشکا اومدن برای دوباره منو چکاپ کنن که آماده کنن ساعت 10 و 11 صبح منو ببرن اتاق عمل. به هم دیگه نگاه میکردن و ترکی یه چیزایی میگفتن. خب بالاخره ما هم 4 سال ترکیه بودیم دیگه میفهمیدیم.
بعد گفتن نه باید حتما اکو بشه. منو بردن اتاق اکو، دیدن هیچ چیزی نشون نمیده. ضربان قلب من اون روز صبح شده بود 55 تا میزن. خیلی یعنی یه معجزه بود، معجزه عظیمی که خدا میخواست نشون بده به تک تک ایماندارا، به تک تک خواهر و برادرها که یه جاهای زندگی کم میآوردن توی ترکیه و خسته میشدن و میگفتن کو خدا. یعنی خدا با من معجزه‌ای کرد که تمام خواهر و برادرها مونده بودن. ما دیدیم ساعت 7 صبح مرجان با دمپایی‌های لنگه به لنگه اومد بیمارستان. من یه نگاهی کردم خندیدم. مرجان دید من خودم از روی تخت بلند شدم. کسی که باید منو بلند میکرد تا دستشویی میبرد و میآورد، من حتی نمیتونستم، در توانم نبود. ضربان قلبم به قدری پایین بود که خودم تو اراده خودم نمیتونستم بلند شم. باید حتما یه همراه با من بود. گفتم وای مرجان چرا مامان توی دمپایی لنگه به لنگه پات کردی؟ گفت مامان بدو اومدم که بهت بگم برسم تو رو نبرن اتاق عمل و برات تعریف کنم. من خواب دیدم دیشب. گفتم مرجان چی خواب دیدی مامان؟ گفت مامان من خواب دیدم که یه درخت انجیل به چه بزرگی سر به فلک کشیده، انجیلای بزرگی داشت. این انجیلا ترکیده بودن و دونه های قرمزشون پیدا بود. یه دفعه از خواب پریدم، گفتم وای مامان منو بردن اتاق عمل، من هنوز خوابم. به خاطر اینه که من دمپایی لنگه به لنگه پام کردم اومدم بیمارستان. گفتم نه مرجان میدونی میخوام چی بهت بگم؟ گفت نه. گفتم مرجان من خوب شدم، من مرخصم. میگفت نه خواهر نسرین راست میگه. نسرین خندید گفت آره دیگه ضربان قلب مامانت 55 تا میزنه. مرجان همونجا گفت هاللویا. من اونجا میدونی چی گفتم؟ گفتم مرجان میدونی چیه این خواب تو؟ مثل توی کلام که میگه درخت انجیل، ما داریم از درخت انجیل که درخت انجیل خوش شده بود و خدا نفرین کرده بود که تو دیگه ثمر نمیاری، ولی بعد از سالهای سال اون درخت انجیل دوباره بارآور شد. پس خدا بعضی وقتا هم هست به دعاهای ما گوش میده، ولی ما باید صبر کنیم، باید تحمل داشته باشیم، یه بار خسته نشیم، یه بار کم نیاریم بگیم وای خدا تو کجا هستی. خدا هست، خدای عظیم و بزرگ هست. ثانیه به زندگی های ما نگاه میکنه. نگاه کنید همین الان که اینجا قرار گرفتیم توی امریکا یا توی هر کشور دیگه، حتی توی ترکیه، بچه‌های ترکیه اگر توی سختی هستید خدا رو شکر کنید. هاللویا، اومدید نجات رو دریافت کردید، خدای حقیقی و واقعی رو شناختید. نه اینکه فکر کنید فقط باید قبولی بگیرید برید یه کشور دیگه. به خدا اینجام هیچی نیست، فکر نکنید. اینجا میاین ولی میبینید واقعا قلب‌ها توی ترکیه به هم بیشتر نزدیکه، خواهر برادرها بیشتر اتحاد دارن. نگاه کنید ببینید که واقعا خدا همه جا یکیه. تو میتونی توی همون ترکیه اگر خدا به تو خدمتی رو داده باشه همونجا خدا رو خدمت کنی. واقعا فکر نکنید من اینجا قرار گرفتم با خودتون بگید وای الان رفته خیالش راحته دیگه، رفته امریکا برای خودش نشسته داره زندگیشو میکنه خیالش راحته. ما تو ترکیه دنیا سختی داریم میکشیم. نه به خدا، اگه الانم خدا برای من مهیا کنه من میام توی ترکیه مثل همون 4 سال همتون شاهد بودی توی زندگی من. واقعا خونه من خونه خداوند بود و در اون خونه روی همه باز بود. الانم دوست دارم که بتونم خدا کمکم کنه به هر طریقی بتونم بچه‌های ترکیه رو حمایت کنم. از خدا بخواید دعا کنید که خدا به ما اینجا کمک کنه، یعنی از لحاظ مالی بتونم حمایتتون کنم. ولی الان میخوام بگم بچه‌ها من خودم تنها دارم این برنامه رو ساپورت میکنم و میخوام اینجا یادی بکنم از خواهر عزیزم بهناز عزیز توی سندیگو. خواهر عزیزم برنامه‌های ما رو نگاه میکنه. این خواهر با من تماس گرفت و گفت مونا جان خدا توی قلب من گذاشته، من تازه رفتم سر کار 10 کامو بدم به برنامه ایمان. گفتم هاللویا، خدا رو شکر که خداوند خودش اسپانسرای برنامه ایمانو خودش پیدا میکنه و خودش در قلباشون میذاره. نیازی نیست من بیام توی برنامه ها هر هفته بگم خواهر و برادرای ایماندار خواهش میکنم ازتون بیاین کار خدا رو به ملکوت برسونیم. واقعا اگر ما ایماندار باشیم میدونیم که این کار مونا تنها نیست.
کار یکدلی و اتحاده. باید دست به دست هم بدیم، بذاریم کلام خدا به سراسر دنیا پخش بشه و کلام خوش انجیل رو همه بشنون و هر هفته که این برنامه پخش میشه نه 100 هزاران هزار جان صید بشه برای جلال خداوند، برای ملکوت خدا. و بیایم با یکدلی، با اتحاد، با محبت این برنامه رو یاری کنیم. بیاین یاری کنید، نترسید، فکر نکنید بابا به خدا اگه من میتونم حتی 10 ماه هم با این یه دونه بلیز بیام بشینم جلوی برنامه و صحبت کنم. بابا هر روز میریم لباس میخریم، اینو بخر اونو بخر، کمودا رو پر کنیم برای چی؟ بذاریم خبر خوش انجیل به دنیا برسه، بذاریم همه بدونن که خدای واقعی و خدای حقیقی چیه. خدای واقعی و خدای حقیقی خدای بسم الله الرحمن الرحیم نیست، خدای مسلمونی نیست. مسلمونا من نمیخوام توهین کنم، واقعا یه چیزی با قلب من سخن میگه که دوست دارم با شما در میون بذارم. خدای واقعی خدای زنده است، خدایی که مرده رو زنده کرد، کور رو بینا کرد، خدایی که آب و تبدیل به شراب کرد. اون خدای واقعیه، خدای واقعی که تو راحت میتونی باهاش درد و دل کنی، راحت میتونی باهاش حرف بزنی. نمیخوای بری ببخشید کجای کلام گفته که خدای ما، کجای قرآن میگه باید عربی صحبت کنیم؟ مگه ما زبانمون عربیه که باید عربی خدا رو پرستش کنیم، نماز بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله قل هو الله؟ کجا اینجا؟ خیلی راحت میتونی با خدای واقعی صحبت کنی، درد و دل کنی، مشکلاتتو در میون بذاری و ازش بخوای که تو رو با روح القدوسش پر کنه، ازش بخوای که تو رو تبدیل کنه. خواهر عزیزم، برادر عزیزم، ای بیننده برنامه ایمان، اگر همین الان مشکلی داری که داری بهش فکر میکنی، همین لحظه بگو خدایا این مشکلمو به دستای تو میدم، من دیگه هیچ کارم، تویی که باید مشکل منو حل کنی. چرا؟ چون من فرزند توام، تو منو خلق کردی، خالق من تویی که میتونی زندگی منو تبدیل کنی، این مشکل منو حل کنی، مشکل زناشویی منو حل کنی، بچه منی که رو به اعتیاد آورده برش گردونی، دختر من که ببخشید گول آدمای ناباب خورده و به گمراهی رفته، خدایا تو برش گردون. میتونی الان بگی شوهر من که برشکسته مالی شده، خدایا دستاشو بگیر و بلندش کن دوباره، خدایا بهش کمک کن. کاری نداره صحبت کردن و راز و نیاز کردن با خدا، نمیخواد حرفای قلم به سلمه بزنیم. مثل اون خواهری که توی فیسبوک برای من سرنوشت بچهش رو نوشته بود، محبوبه عزیز، از دخترش برام گفته بود، مریم، که تصادف کرده دختر 10 سالش و توی کما بوده. ببین چقدر راحت. همه میگفتن با گوش کنایه بهش میکنن، دکترام ناامید شدن. ببین دیگه تا چه حد، ولی خودش میدونسته یکی هست که دستشو میگیره، اون خدای واقعیه. با هم میریم یه سرود پرستشی میبینیم و برمیگردیم. شکسته، اگه دنیا درشو بروت بسته، غم داره از چشات میباره، حتی آسمونم مگه نباره. بگو به عیسی که مسیح خوب میدونه دردمونو، آره اون خوب میدونه حالمونو. بگو به بابا که بابا خوب میدونه دردمونو، بابا خوب میدونه حالمونو. دور و برش شلوغه و پر از گناهه،
خسته دلا شکسته جای محبت کینه تو سینه نشسته بگو به عیسی که مسیح خوب میدونه دردمونو مسیح خوب میدونه حالمونو بگو به بابا که بابا خوب میدونه دردمونو بابا خوب میدونه حالمونو مسیحم نور ایمانم قدم ها بر دو چشمانم تو هستی جان پناه من به جز تو من نمیخوام بگو به بابا که بابا خوب میدونه حالمونو بابا خوب میدونه حالمونو بگو به بابا که بابا خوب میدونه حالمونو بابا خوب میدونه حالمونو بگو به بابا که بابا خوب میدونه قدرمونو بابا خوب میدونه حالمونو دولت عشق آمد دولت عشق آمد دولت پاینده شده دولت پاینده شده جان مسیح روح مسیح. بیننده عزیز، میخوام براتون بگم این برنامه زنده است. اگه تقاضای دعا دارید میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 818 451 4 تا برای شما عزیزان دعا بشه. و خدا رو شکر که ما روح القدس رو داریم و فیض خدا رو. اینجاست که ما مسیحی ها میگیم ما بهترین چیز رو داریم. اون بهترین چیز ما چیه؟ روح القدس و فیض خدا. پس بیایم، ما آزادی رو خدا برای ما گذاشته، آرامش رو گذاشته، محبت رو گذاشته. خدا برای ما جنگ نذاشته، دعوا و نگرانی نذاشته. برای ما خداوند سختی ها رو نذاشته. توی سختی ها، توی تنگی ها، توی مشکلات میدونیم که بهترین چیز رو داریم، فیض پدر، روح القدس و عطایایی که خداوند به ما داده. خداوند به هر کسی یه جور خدمتی میده. همه خدمتاشون مثل هم نیست. نباید بگیم، بعضی وقتا فکر کنیم، واقعا اینو از ته قلبم بگم، بعضی وقتا توی ترکیه بودم، بچه‌ها رو که خدمت میکردم، بچه‌هایی که پناهنده هایی که میومدن جا و مکان نداشتن، خونه‌ای که خدا به من داده بود خونه خداوند بود و تقدیس شده بود به اسم خونه خداوند. ولی با خودم میگفتم خدایا کی میشه من مثل بهنام و بهزاد بتونم خدمت کنم؟ همیشه حس میکردم که اونایی که میرن پسترا و خادمی و مشایخی که میرن موعظه میکنن فقط اونا دارن خدمت میکنن. نه عزیز دلم، تو میتونی با کوچکترین چیزت برای خدا خدمت کنی. مثلا امروز میبینی توی این امریکا ما داریم، الان خواهری که اومده مثلا جاه نداره، پناه نداره، میتونی پناهش بدیم. حتی اگر خودت نمیتونی منزلت بیاری، میتونی راهنماییش کنی با یه راهنمایی ساده. اون خودش یه خدمت بزرگه به اون خواهر. و نباید ما توی از زیادی از حدم از کسی توقعی داشته باشیم و بگیم نه چرا الان، مثلا میگم بعضیا میگن خب اگر ایمان داره چرا مثلا نمیاد یه ماشین برا من بخره، یا خود من میگم چرا برادر مثلا کشیش رسول یا پستر روبیک یا اون یکی پستر نمیاد برا من، میدونن من ماشین ندارم ماشین بخرم. نه، برای چونو باید برای من ماشین بخرن؟ من چرا از
انسان ها بخوام یه چیزی رو، من از خدای خودم میخوام. خدایا شکر جلال بر نام تو که به من 2 تا پای سالم دادی، بدن سالم دادی. منی که اینقدر مشکل قلبی داشتم 2 دقیقه نمیتونستم راه برم، اگه 2 دقیقه راه میرفتم باید میگرفتم میشستم، ولی الان من میتونم 1.5 ساعت راه برم بدون هیچ مشکلی. هاللویا. ماشین رو میخوام چیکار کنم؟ هر زمانی که اراده پدر باشه خدا ماشینش هم برای من مهیا میکنه. شاید الان وقتش نباشه، پس بعضی چیزا زمان داره که اونم زمان خداست. و ما مسیحی‌ها با بزرگترین چیزی که روبرو میشیم، اگر بدونید اون چیه که ما رو توی ترس میذاره. اگر گفتید بیننده عزیز تو اگر ایمان داری میتونی تماس بگیری بگی چیه، من اینو برای شما میخوام از این به بعد براتون جایزه بذارم با یه سوالی که من میگم، یه جایزه، نمیگم زیاد چیز بزرگ، یه کتاب مقدس براتون با آدرستون پست میکنم. اگر گفتی ما با چی روبرو هستیم و همیشه توی ترسیم، اون چیه که همش میخواد به ما هجوم بیاره و ما رو از خدا دور کنه؟ این سوال این هفته منه. اگر هر کسی هفته دیگه روز جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس تماس گرفت و این سوال رو برای من جواب داد، من آدرسشم برای ما حتما بگه، من براشون یک کتاب مقدس به آدرس منزلشون پست میکنم در خونشون. و بهترین چیزی که میتونم هدیه کنم به شما کلام خداونده. این کلامی که میتونه با قلبت سخن بگه، میتونه که تو رو از تمام مشکلات زندگی برداره. پس ما امروز از روح القدس خیلی صحبت کردیم و میخوایم اینجا از کلام خداوند براتون بگم که خداوند در کلامش از روح القدس و عطایای روح القدس چی میگه. اول قرنتیان 12 میگه و اما درباره عطایای روح القدس ای برادران من نمیخواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما میدانید زمانی که هنوز خدا نشناس بودید به سوی بت‌ها یه بی زبان کشیده می شدید. واقعا راست میگه. اون بت‌های بی زبان چی بود؟ همون امامزاده هایی که ما میرفتیم در و دیواراش رو بوس میکردیم. واقعا اونا بت بودن. ما بت پرستش میکردیم ولی نمیدونستیم. فکر میکردیم وای الان رفتیم حضرت ابوالفضل. من ناگفته نمونه ها، من خودم سوریه رفتم، کربلا هم رفتم، ناگفته نمونه، من خودم همه جا رو رفتم، دورامو زدم ولی هیچی ندیدم. اون چیزی که خلایی که توی من بود و من دنبالش میگشتم، یه کمبودی بود، دنبال اون همه جا میگشتم و میخواستم هر جوری که بود به دستش بیارم و پیداش نمیکردم. پس باید بفهمیم که اگر کسی تحت تاثیر روح خدا باشد نمیتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. اگر روح القدس رو نداشته باشیم هیچی نداریم. خیلیا کلام خدا میگه خیلیا نجات رو دریافت میکنن ولی همه نمیتونن نجات رو نگه دارن، فقط نجات رو میگیرن. پس باید ما اون نجات رو که دریافت میکنیم ثمرش رو بتونیم به عمل بیاریم. و من از خدا میخوام، خدایا برای خودم دعا میکنم، خدایا منو ظرفی بساز در دستای پر از فیضت برای جلال ملکوت خودت. ای خدا، ای پدر آسمانی، ای روح القدس، خدای زنده، تویی که منو از تمام مشکلاتم نجات دادی. ای خدا، تویی که دستای افتاده منو گرفتی و بلند کردی، تویی که دلتنگیای منو خداوندا ورداشتی. خداوندا تو کمکم کن. اینجا هم خداوندم ایمان دارم که تو خداوندم از مغرب به مشرق، از شمال به جنوب خداوندم خودت اسپانسر این برنامه رو خودت تویی که پیدا میکنی. من دنبال اسپانسر نمیگردم خدایا، چون من تو رو دارم، تو خدا رو دارم.
غمی تو این دنیا ندارم. حتی میگم خدایا اگر اسپانسرم نیاد، ایمان دارم که این کار ملکوت توه و ایمان دارم خداوندم تو کار دیگه جز این کار تیوی برای من مهیا میکنی. حتی من راضیم، واقعا اینو از ته قلبم میگم بیننده عزیز، من راضیم حتی شبا 4-5 ساعتم کار کنم که بتونم ساعت این برنامه رو زیاد کنم، حتی بتونم این برنامه رو برای اروپا و سراسر دنیا بتونم به تیوی های دیگه بدم. واقعا اینو از خدا میخوام. عطایای روح گوناگون است، اما همه آنها را یک روح میبخشند. خدمت ما گوناگون است، اما تمام این خدمت برای یک خداوند است. فعالیت ما نیز مختلف است، اما یک خداست که در همه ما عمل می کند. در هر فردی روح خدا به نوع خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می بخشد و به دیگری قدرت شفا داده، به یکی قدرت معجزات و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطای تشخیص روح العطا می کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح وحد است و او آنها را به طبق اراده خود به هر کسی عطا میکنه. یعنی هر کسی یه عطایایی داره و همه برای کار ملکوت خداست. خدا رو شکر میکنم برای شما بیننده عزیز که 1 ساعت و وقت میذارید و این برنامه رو پیگیری میکنید و کسایی که واقعا امروز این ساعت رو نمیتونن نگاه کنن، از طریق فیسبوک، یوتیوب و از طریق وبسایت میتونن این برنامه رو پیگیری کنن. روز خوبی براتون آرزو میکنم. از خداوند فیض، برکت، آرامش میطلبم و بازم میگم خواهر بهناز عزیز از سندیگو از تو ممنون هستم که خدا رو شکر برای قلب پر از محبته که خدا با قلب سخن گفته و هدایایی رو برای این برنامه ایمان فرستادیم. ممنونم و از خداوند میخوام به کاری که داری انجام میدی برکت بده، هزاران هزار برابر این پولی که فرستادی خداوند برای شما مهیا کنه. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خدا نگهدار همتون.